خیلی سلام و خوش آمدگوی بسیار زیاد به اولین قسمت پادکست رکبامسی. خیلی خوش اومدین بچه‌ها. توی این سری پادکستی که می‌خوایم درست بکنیم، پادکست رکبامسی یا تاک شو، مینی تاک شو، البته زیاد مینی نه. تو این ویدیو قراره هر سری یه مهمان داشته باشیم. حالا از هر شخص ممکنه باشه. ممکنه هفته بعدی و خیلی رندوم هر کسی اینجا حضور داشته باشه. هر کسی، یعنی هر کسی، میگم هر کسی. ویدیو بعدی ممکنه مثلا بگین سلام، خوش آمدین به این ویدیو. امیدوارم تا آخر نگاه بکنید. من هستم و شکیرا زنی. دقیقاً، یعنی انتظار همه چیز داشته باشید. قراره یه سری سوالای جنجالی بپرسیم. شوخی صرفاً ویدیوهایی که ساخته میشه برای سرگرمی و شوخی و پادکست نیمه فانه. حالا یه سری صحبت هم هست واقعا خوب آدم گوش بده. صرفاً فانه. دعوت میکنم از پارسای کاملا گراوند. سلام، پارسا هستم. خاتم اثر. خیلی خوش اومدی پارسا. خیلی مخلصیم. پارسا، برای بچه‌ای که قرار ویدیو ببینه معرفی از خودت بکن. پارسا هستم. کاملا گراوند. خاتم اثر. پارسا، اول از همه مرسی که دعوتمو قبول کردی، تو ویدیو حضور داشتی. از این صحبتایی که همه میکنن پادکست داشتن. خیلی خوشحالم که هستی اینجا. حست راجبه که الان توی ویدیویی چیه؟ اول از همه اینو به من بگو. حس خوب. احساس میکنم یه سری سوالایی که نباید بپرسی قرار بپرسی ازم. سوال که آره، سوال خیلی زیاد داریم. پارسا، میتونیم ویدیو با یه خاطره از خودت شروع بکنی؟ میتونی یه خاطره‌ای که جالب بوده برات حالا تو بچگی، الان یا هر تایمی شروع بکنیم که کم کم گرم صحبت بشیم و بریم برای ویدیو. خاطره عدم موجودی ابزار تا برات بودم. خاطره عدم موجودی بود. ما یه شب خانه مادر بزرگم بودم. پیام دادم به رفیقم ابوالفرز، گفتم من خونه‌تون. تو نگو ابوالفرز خوابه. مربود رفیقش پیشش. مربود با زبونی اون پسر میگه بیا خوش اومدی بیا. گفتم مربود من کیفولم یادم رفته، پول ندارم بیام. بیا من پول دارم، پول میدم. من باش. از خانه که زدم بیرون رفتم که پله‌های در اول رد کردم، پله‌های دوم دیدم در قفله. باره همون برگشتم، کلید نداشتم، لولا رو باز کردم، دری رو باز شد. چوله باسی و همه افتاد. اما اسنپ گرفتیم و 206 استی هم بود. دور آزدگان اسنپ گرفتیم و رفتیم به یک کوچه کتابی شهرناز، یک کوچه بالاترش، خانه ابوالفضل. کوچه که رفتیم بالا، کوچه باریک، تنگ خیلی. رفتیم بالا، گفتم کارت دو ناز پایین. دیدم مربوط بود، کارت انداخت پایین. گفتم رمز چنده؟ گفت 1135. ما رفتیم دور میدان شهرناز، در بانک شهر کارت زدیم تو، پول بگیریم. گفتم اشتباه. زنگ زدم گفتم مربوط رمز اشتباه. گفت ابوال بپرسم. ابوالم تو خواب بود. گفت ببخشید 5311. زدم اشتباه بود. گفتم رمز اشتباه. اینه که گفت آقا دوباره این دفعه دیدم ابوالفرز بیدار شد، یه چک زده بود خودش. گفت رمز 1157. رمزو که زدم دیدم نوشت عدم موجودی. گفتم آقا ابوالفرز خلاصه چیکار نکنم. ساعتی داشتم. سنپر گفتم آقا اینو بگیر، من برات کریر میزنم. ساعت گرفت، من تو قدم رفتم بالاتر، یه دور میدان شهرناز زد و ساعت هم آمد داد پس. آقا برید برام بزن. باش. من که مسیر کوچه رفتم، کوچه بلند سود بلند نیستم. کوچه بلند تاریک. داشتم میامدم دیدم اذان شد. برداشتم اذان بود یا پیرمردی رد شد داشت خفش میکرد. من فکر کردم اون خفگیره، اونم فکر کرد من خفگیرم. صورت همه نگاه کردیم، هی که رد شد من دویدم، اونم دوید سمت پایین. تا آخر کوچه نگاه هم نکردیم.
دیدم ابوالفضل بالای پنجره آویزانم، مربودم دم درم. یه چک زدم تو گوشم مربود و گفتم ابوالفضل هیچی و رفتیم بالا و این جریان عدم وجودی بود و حالا ابوالفضل خودش تعریف کنه قشنگ‌تره. امیدوارم که تو ویدیو من حضور داشته باشه بتونیم توی کسی خیلی مخلصیم آقا ابوالفضل. فدای آقا ابوال از همینجا اگه داری ویدیو نگاه میکنی. پارسا نظرت راجع به چیه؟ واقعا یه شخصیت گنگی داره، کسی نمیتونه باش در بدنش. الان رو به دوربین اگه بخوای یه پیام بدی چه پیامی بهش میدی؟ اما مخلص خیلی. پارسا به نظرت الان توی شرایطی که داری زندگی میکنی مسیری که داری میری خوبه یا بد؟ مسیرم خوبه، پشیمونی ندارم. یعنی اصلا از مسیری که داری میری پشیمان یا ناراحت نیستی؟ مثلا بگی ای کاش مثلا یه کاری انجام نمیدادم. چرا؟ دو تا کار واقعا نباید انجام میدادم. یکی ماشین من نباید لوازمی میکردم، یکی دیگه هم واقعا نباید 12 سال درس میخوانم. واسه کسایی که نمیدانن، پارسا یه تایمی ماشینش جز خفن ترین ماشین تو شهر ما بود. یعنی از لوازم و کلا اینا خیلی خفن بود. خیلی خفن بود. هزینه کرده بود زیاد، خیلی زیاد. برند بود. یعنی پارسا گراوان ماشینش برند بود. چرا ماشینت لوازمی نمی‌کردی پارسا؟ خیلی درد و سر داشت. اصلا کلا دنیای لوازمی خیلی فرق میکنه، از دور قشنگه. مثلا تو الان من لوازمی کردم روزی یه سنسور میسوخت هر روز. حالا موتوری خراب کنی میشد، اسی تیونی هوا تو داشت. اصلا هوا قطعه اورجینال سنسور میسوزون هر روز، یه جاش خراب میشد یا فنش کار میافتاد. بعد اینم بگم قطعه‌ای که میخریه مثلا 50 میلیون، زمانی که بخوای بفروشیش میبرنش 20 میلیون. اجازه درایی داره. و اون تایمی که من حرکت کردم با مثلا یکی اصرار میکرد از خانواده میگفت طلا بخر طلا بخر. طلا گرم چقدر بود؟ 2,400,000. من فقط ایسیون فورس بود یا خود میدونی ایسیو فورس من خریدم 50 تومن آسیم کشی و نصبش. من اصلا راحت 25 6 7 گرم طلا بخرم. الان 300 میلیون پول داشتم، 250 میلیون پول داشتم. چرا 12 سال درس نمیخواندی؟ به نظر من یا نباید درس بخونی، یا اگه درس میخونی بری یه چیز خیلی خوب بخونی. یا نباید بکنی، یا وقتی میکنی با خیلی بکنی. 3 سال خونه نزن بیرون با بخونی. ولی من وجود نبودم. من پشیمانم واقعا نباید بود. درد کلاس سوم ضرب تقسیم میشه. یکی از خاطرات مدرسه میتونی برامون تعریف بکنی؟ واسط رو آشکار زدم تو صورت محمد وادی. خوب شد که اسم محمد آوردی. نظر راجع به محمد وادی چیه؟ محمد وادی دارم بفهم میکنم چقدر به صدای بوق بزارم ویدیو تو رک اسمش با خودش پادکسته رک. هر رک با مسی. مهمان و بعدی هم باید بیاد اینجا باید رک بگم. بعد اینجا بیاد صحبت محمد وادی. پارسا من چند تا اسمت میگم، راجع به هر کدام یه کلمه میگی. اولین اسمی که میخوام با شروع بکنم امیرعلی گچی. امیرعلی گچی واقعا کار ندارم. یه کلمه، بیشتر نه. خیلی دوستش دارم. حافظ معظم. درسته ولی دوست دارم. یه کلمه، سروش. واقعا کوه معرفت. خیلی واقعا خیلی دوستش دارم. سروشم واقعا پسر خوب و رکیه. سری نیست مثلا پشت آدم. پارسا نظر راجع به چیه؟ سوالم چیه؟ بچه اگه تا اینجا ویدیو تماشا کردین حتما میتونین کامنت بذارین، سوال بپرسین که مهمانایی که ما اینجا تشریف میارن چه سوالایی ازشان بپرسیم و سوالایی که ما بپرسیم میتونه مثلا 50% حالا بیشتر نده پرون نشه. 50% میتونه سوالای شما باشه. پارسا یه سری صحبت‌ها یه سری بحث‌ها میاد وسط. ارتباط تو رابطه رسول نظری چه بود؟ باش ایفا بودنه یا تخریب چون میکنی؟ من واقعا هیچ نظری
از اول بگم از اول بگو ولی زیاد طولانیش نکن. دیگه باید بگم دیگه بذارش رو حالت خلاصش زبدر کن. 2 رو از سرعت میاره جلو. یارو سرعت میاره آره. جلو. اینجاش الان سرعت میاد جلو بچه. آره من واقعا هیچ حالتی نداشتم، رفتیم شب دور زدیم و مسئول یه سری صحبت‌ها کرد. آقای پارسا طرف من دور زد. آقای پارسا حالا به شوخی نگفته بود، آقا یکی دو نفر چیزی چیز اضافه کرد. بعضی حرفا اومد با اون شخصی که اسپورتی دوستم مشغول نرم صحبت چیزی هم نکردیم تا آدم خوبی هم هست، حتی خودش رفیقش هر کسی دیگه. و من تلاشم کردم برای رابطه رسول او آقا رسول رید. آقا رسول رید دیگه اون شرطی نداره. رسول ریدی. دوباره میگم اسم پادکست رکوامسیه. تمام شد. 3 تا اسمی که من الان بهت میدم برای چالش فاک مریکی. الف الف گزینه اول، پ جیم گزینه دوم، شین گزینه سوم. پیجیمم کشم. چرا؟ دیگه حالا دلایلی پیجیمم کشم. الف شین ازاش. اگه بخوای یه نصیحت بکنی خیلی کوتاه، یعنی طولانیش نکن، یه نصیحتی اگه بخوای به کسایی که الان دارن این ویدیو میبینن بکنی چه؟ اگه با تصمیم بگیری با آون میدی. یه پیام برای آقای رنجبر بفرست. معلممون آره معلم ادبیات. آقای رنجبر واقعا خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم آقای رنجبر، خیلی اذیتشون کردم، واقعا بهترین معلم زندگی میگه آقای رنجبر. باید رک باشیم، باید رک باشیم. یه دست هم رو بزنیم به افتخار رک بودن. پارسا یه ذره اگه دوست داری تو منو به چالش بکش. اگه اینجا میایم با من روکی، من با شما روکم. کسایی که قراره در قسمت‌های آینده این برنامه بیاین، اگه من قراره شما رو به چالش بکشم شما هم بکشیم. از بارم خیلی جنجالی ها، خیلی ها. فارسیش میشه بادی کم چه؟ اصلا منو که به چالش نکشیدی پارسا. چه حسی داری؟ زن مردم ایشالله که هر کجای زمین هستن خوشبخت باشن که اصلا مسئله چیزی یه نیست. سال دیگه بپرس. تا حالا خیلی نه. وحید مرادی رفیقت بود؟ وحید مراد خدا بیامرزه آقا. حالا بازداشت شدی؟ آره چند بار؟ 4 بار شکایت شده بود ازم، بازداشت بودم اینجا بودم اینا، یه معتادی تو بود، اتاق کوچیک بود ولی خب ما 2 نفر توش بودیم. برای ما نهار آوردن، 2 تا کنسرو لوبیا آوردن، من کنسرو لوبیا خودم خوردم و تو شورت بود، کنسرو لوبیا اونم خوردم. کنسرو خوردم و خواب بیدار شد، نگاه کرد کنسرو تگه منیش تو خوردی بشکه گی. یه بارم سر رفیقمون به طرف دوستم گفت دختر خانم اذیتت میکنه یا پسر؟ گفتم جان داشت با تو کار ندارم، دختر خانم اذیتت میکنه. گفتم داش اذیت چه جان کار چیزه، گوشتو بیار. گوشم آوردم گفت گو نخور مامورم. من ریدم، چی نگفتم اصلا، ولی قیافشم شبیه مامور نبود. من ترسیدم حقیقتش، گفتم خفگی نباشم. گفت با سوار ماشینش. دختره هم داد زدن اینا، من گفتم یه تیکره برام بدید بزنش. برام گفتم تا کارت نشانت ندی نشانم ندی کارت نشانم ندی سوار نمیشم. 4 تا کارت نشانم داد، 4 تا کارت بود، کارت سوم که تماشا 4 معرفی کنه و سوار میشم. حقشم سوار شدم اینا. یعنی چی؟ من گفتم امو میکردم و اینا. یه بحثی گفتم آشنای فلانی همی که رفیقان آقا امیرحسین خیلی دوست داریم حاجی. گفتم آشنای اونم گفت امیرحسین کیه؟ البته میشناختم، میخواست من اذیت کنه. آقا امیرحسین تو جا تو قلب ما زد. خلاصه زنگ زدیم و یه آشنایی اونم شوخیش گرفت و آشنا نیست. زدن به نه آشنا ولش کن. دخترم 30 ثانیه بار من در ماشینه ولش کنیم داشتم برو آفرین برو. نره هر اونا که نمیرفتن بابت هر ثانیه من یه چای خوردم.
یه چی رفتن و گفتم کجا پیاده بودم میخوام برم بلوارس پیش رفیقام. گفتم خب باشه من ته سرا پیاده کردم. اگه بخوای رتبه بندی بکنی از رتبه اول تا پنجم اسم بهترین رفیقات رو. اول صابر، امیر احمدی، ابر، بعد خودت. الان اگه بخوای زنگ بزنی بگی من که خودم اینجام، صابرم که اینجاست پشت صحنه است، از توی 3 نفر ابوال، امیر قنبری، آریان پیری زنگ بزن به یکیشون، من سناریو بگم که باهاش صحبت بکنیم. به کدام زنگ میزنی؟ من به ابر زنگ میزنم. زنگ بزن به کینگ ابر. شماره مشترک مورد نظر در شبکه موجود ابوالفضل The current number is not available. از همینجا دارم میکنم. بالا 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 پرچم کشور من همیشه در بالا 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 بالا. یه نفر رندوم اتو گوشید زنگ بزنیم یه سناریو اجرا بکنیم. الان اینجا نگاه بکنیم بچه‌ها، کاملا اسکرول میکنیم. پویا حسینی بهش زنگ میزنی میگی که من فلانی یه جای گیر افتادم دارن میزنن بهم چه، ببینیم واکنشش چیه، میاد یا نمیاد. پویا سلام. سلام داشتم. خوبی؟ پویا کجای؟ پویا هستم پشت سپیری. الان با 2-3 نفر شو تلفن بگو خب زیاد شدن حقیقتش بخوای. سرش دادم یواشی آمدم تو باشگاه بیلیارد. حقیقتا دور 4-5 نفرن چجور برادم وسیله هیچ نهرم. خب میتونی برسی دادم یا نه؟ بیا اگه میتونی دور 4-5 نفرن پویا. باشه در تو سرم. کم کم دیگه به بخش پایانی برنامه داریم میرسیم. خیلی ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو نگاه کردین، تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین، با من و پارسا. به عنوان صحبت آخری که پارسا میخواد انجام بده، یه جمله به زبان شیرین مادریش میخواد بگه، یه جمله که نصیحت کننده باشه و شما مثلا ازش بخواید درس بگیرین که مثلا سرلوحه زندگی تا میشه. و اینکه بچه‌ها برای آخر ویدیو هم بهتون بگم هر نوع نظری، ایده‌ای، هر چیزی که فکر می‌کنیم ممکنه ویدیوها رو بهتر بکنه، چون ما همینطوری داریم میذاریم ویدیوها رو هر هفته. از این بعد هر هفته روزش فعلا مشخص نیست، ولی هر هفته قرار ما ویدیو داشته باشیم. پادکست حالا قول بهتون نمیدم ولی ویدیو داریم. پادکست هر سری که مهمان داشته باشیم ویدیوش میاد. پادکست رکبامسی. اگه تا اینجا ویدیو هم تماشا کردین حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره، کامنت هم بذارین و اینکه جو نگیرین رو ویدیو صرفا برای فان درست شده، برای فان کوچکترین حاشیه‌ای ساخته شده. صحبت اینجا هر کی باشه، حرف اضافی باشه، حقیقتا دارم ایناش میگم هر کی. استوب کن بگو هر کی باشی شعور خانواده خدا نشان همین. نه با بیشورم همین. پارسا یه جمله آخر اگه بخوای بگی و به پایان ویدیو برسیم. میگه ذات خوب خدا تیر پشت. میگه ذات خوب خدا هست پشتش. این قسمت هست دقیقا اینجا کامنت برم. انگلیسی